آقا من میخوام از همین تریبون بابت هر چیزی که به جناب مسئولا گفتم معذرت خواهی کنم، چون خیلی بد قضاوتشون کردم. چرا؟ بابا اینا شبانه روز دارن برای تامین امنیت روانی ما تلاش میکنن. چطور؟ مثلا چند شب پیش که یهو شروع کردم موشک زدم مثل مال جنایتکار، خب بعد نوید محمدزاده همون شب 3 تا شکلک استوری کرد، ضرب در موشک پلاستیکی ورود ممنوع. بلافاصله براش تشریف پرونده دادن به جرم خدشه‌دار کردن امنیت روانی جامعه باعث به دادگاه. واقعا دستتون درد نکنه، اون 3 تا شکلک خیلک امنیت روانی ما به هم ریخته بود، اصلا خواب و خوراک نداشتیم. شما جناب مسئولا 24 ساعت تو تلویزیون دارن تهدید میکنین، از جنگ حرف میزنین، ما رو تا اعتناق کردین تو جرونی و بدبختی. ما دوست داریم، خوشمون میاد، ولی نوید محمدزاده شکلک استوری میکنه به روان ما خدشه وارد میشه. دست شما درد نکنه.